خب شنوندگان گرامی، ادامه برنامه منبر رو از رادیوی امروز میشنویم و با این رادیو در مرکز دوشنبه هفته 4 یا 5 نفر از ازبکستان و یا افغانستان زنگ میزنند. چند پیش هم باز تماس گرفته بودن، مخصوصا ما در رابطه به مسئله زبانی صحبت میکنیم، اونو تماس میگیرن. در مسئله خوب پخش برنامه ها صحبت میکنیم، اونو خواهش میکنن که برنامه های شما در منطقه های نزد مرزی فعالتر شود که ما از مثلا حال و احوال مردم تاجیکستان آگاهی پیدا کرده باشیم، از خویش تبارمون هم آگاهی پیدا کرده باشیم. این خاطر این گونه درخواست بیشتر میشه از جانب شهروندان ازبکستان. حالا شما از جمهوری ازبکستان با ما تماس گرفتید؟ بله. نامتون؟ عبدالحمید غفورزاده. عبدالحمید بفرمایید. سینه نوید بهنو. بفرمایید. و اوید با مکتب بچگان و نمایش دادن حرف زدن هستند که خود هنرمندان و دبستان آینده از حیات و فعالیت خود بیشتر واخوری ها تشکیل نمایند. موج رادیویی امروز تا به مناطق مرزی کشورهای همسایه میرسد که اهالی تاجیک زبان زیاد دارند. سالهای اخیر مراجعتشان به این رادیو زیاد شده است. در برنامه‌های اخیر که ما مشاهده میکنیم، زنگ‌ها به واسطه فعالن از جمهوری ازبکستان و افغانستان که با ما هم مرز هستند و در برنامه ما اشتراک میکنن و وابسته به این اون موضوعی که ما در برنامه‌های خود مسئله گذاری میکنیم در تماس میشوند، از ما درخواست میکنن و حتی برای بررسی نمودن یا که به میان گذاشتن این یا اون مسئله هایی که در رادیو هستند از جانب ازبکستان، از جانب افغانستان، یعنی از ما درخواست میکنن. نسبی فرستنده های قوی برای پخش برنامه های رادیو صف شنوندگان از همسایه کشورها را زیاد کرده است. در بین شنوندگان هواداران ترانه های تاجیکی و برنامه های فرهنگی زیاد بوده است. سرودهایی که کلاسیکا بیشتر میخونه، اینا من فکر میکنم اونو بیشتر فرهنگی ها با ما تماس میگیرن، به این خاطر اونو میگن که همین گونه سرودها پخش گردد و در بعضی موارد خواهشا این طور میشد که مثلا بعضی سرانده های محبوب ازبکستان با زبان تاجیکی سرود خواندن، اونا میگن که اینا رو هم پخش کنه تا اونه که ما از اون بهره ور بگردیم. بله، تشکر میکنم برای تماس گرفتن. مراجعت ها بیشتر از ولایت سرخندریای ازبکستان و ولایت تخار و قندوز افغانستان میرسند. تحلیلگران از وسیع شدن دایره شنوندگان رادیوی تاجیکستان استقبال میکنند، ولی نگران دیگر چیز هستند. وضعیت امروزه که ما نظر میکنیم، برای مثال در همسایه کشور ما قرقیزستان در 2 سال اخیر شماره تنها تلویزیون ها به 69 تا رسیدند. در ازبکستان باشد تنها در 2 ماه سال گذشته در قطعه سرحد 4 شبکه نوی خصوصی تلویزیونی با پخش سرتاسری کشور در ازبکستان راه اندازی شد. متاسفانه شماره شبکه های رادیو و تلویزیونی در قطعه سرحدی تاجیکستان کم هستند. شادمان یتیم، خورشید همدم، آزادی دوشنبه.